ورزش سنتی و تاریخی کشتین یا پهلوانی یک از ورزش‌هایی است که ریشه عمیق در فرهنگ محلی ولایت تخار دارد. این ورزش قدیمی هنوزم با شور و هیجان خاص در میان مردم رواج دارد و هر هفته روزهای جمعه در چمن شهرداری طالقان و همچنین در برخی از ولسوالی‌های تخار برگزار می شود. به گفته مسئولین ورزشی، هدف از برگزاری منظم این رقابت‌ها تنها سرگرمی و حفظ سنت‌های قدیمی نیست، بلکه شناسایی چهره‌های قدرتمند و مستعد برای شرکت در رقابت‌های ملی و بین‌المللی است. یک کشتی محلی ماست که مردم بسیار علاقه‌مند هستند به این و ما امیدوار هستیم که بتونیم که ادامه بدیم. طوری که شما هم می‌دونید که ما در هر جمعه مسابقات برگزار میشه بین ولسوالیا و مرکز ولایت تخار که خوشبختانه امروز هم برنامه برگزار شد و فردا هم ما جشنواره ورزشی داریم به مناسبت از 24 اسد در جمنازیوم ورزشی برگزار میشه. امیدوار هستیم که بتونیم به خوبی این برنامه را به پایان برسونیم. بدون شک پهلوانی یکی از ورزش‌های سنتی و محلی و ملی و عنعنوی ماست که شما شاهد هستید که مردم بسیار زیاد به این رشته علاقه‌مند است، علاقه‌مندای بسیار زیاد داره، نه تنها در سطح مرکز که حتی در تمام ولسوالیا علاقه‌مندای خاص خود داره. امیدوار هستیم که این ورزش بیشتر توسعه و رشد پیدا کنه. پهلوانان محلی با لباس‌های سنتی و قدرت بدنی بالا در حضور صدها تماشاگر به رقابت می‌پردازند و این صحنه‌ها نه تنها روحیه ورزشکار را زنده نگه می‌دارد بلکه اتحاد اجتماعی را نیز تقویت می‌بخشد. کشتی محلی امجمع به خاطر رشد ورزش کورش و ورزش‌های محلی امجمع در چمن ورزشی تخار برگزار می‌کنیم که بتونیم که چهره‌های خوب و ورزشکارای خوب از این میان انتخاب بکنیم. دیگه سایر ورزشکارا و تماشاچی‌ها که همیشه به خاطر خوشی مردم، به خاطر استقبال و حمایت ورزشکارا در چمن حضور پیدا می‌کنند که کشتی را به صورت خوب و خوبتر تماشا بکنند. ما همه جمعه و روزهای جمعه کشتی را در چمن ورزشی برگزار می‌کنیم تا بتونیم چهره‌های خوب گفتیم انتخاب بکنیم و همچنین پهلوانای دیگه ولایت‌ها میتونن در این برنامه اشتراک کنند. امروز که 24 اسد است مسابقه ورزشی را به مناسبت پیروزی امارات اسلامی برگزار کردیم که خوشبختانه فعلا در حالت جریان است که مسابقه برگزار شده. شاید است ما اینجا تنها کشتی نیست، کشتی محلی چپنکی باشه و مردمای محلی چپنکی. سایر ورزشکارایی که مثلا مسابقات بیرونی رفتن تا مسابقات خارجی مدال دارن اینجا می رقابت میکنن با هم، به خاطر تماشاچی‌ها و خاطر کسایی که اینجا حضور دارن رقابت میکنن تا بتونن یک استعداد خوب به نمایش بگذارن یا تماشاچی‌هاشون را خوش بکنن. مدت 6 سال تمرین میکنم و خیلی دوست دارم پهلوانی میکنم. خوب احساس میکنم، راحت احساس میکنم، تکنیک استفاده میکنم. تمرین کنم از سیگاری، از ساسوار، از شهر، از چیزا دور میباشم، همیشه صحتمند میباشم. بسیار خوب است. روزهای جمعه به خاطر سیاحت و تفریح میم در این چمن شوروالی دیگه نظمی تماشای پهلوانی لذت میبریم. بسیار یک بازی خوشایند و دلچسب است. دیگه از تماشای یک بازی ما لذت میبریم. تشکر میکنیم از فدراسیون همی ولایت تخار، از کسایی که در این رأس پهلوانی قرار دارن. از اینا تشکر میکنیم که بسیار یک برنامه خوبی را پلان میگیرن و برای ما به نمایش میگذارن. مسئولان از نهادهای ورزشی خواستار حمایت بیشتر در زمینه تجهیزات آموزش و زمینه‌سازی برای حضور پهلوانان تخار در رقابت‌های رسمی اند تا نام این ورزش سنتی در سطح کشور و بیرون از مرزها بدرخشد.